محمد ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقتی که شما میگویید که من مسلمانم، مؤمن هستم و مسلمان شدم، شما گمان میکنید و میپندارید که ما شما رو نمیسنجیم. حتما شما رو میسنجیم. پیش از شما بوده ها رو ابتلا کردیم. فتنه به معنای ابتلا کردیم و شما رو هم حتما ابتلا میکنیم تا که بدانیم که شما در همین ایمانتون راست هستید یا دروغ هستید. و ابتلا خیلی گوناگون است و در مرور زندگی می آید و خصوصا علما و طالب علم خیلی باید در احتیاط باشن، خطر است. برای این صحابگان رضی الله عنهم را ببینید که همیشه خود را در حالت خطر احساس میکردند. هیچ وقت خود را امین از مکر الله حس نکردند. خود را از جانب الله همیشه در امنی حق، یعنی امن دو نمیدست، امن زندگی که آرامی، این امنی همیشه من مسلمان میستم تمام گفتن. هر کسی خود را همچنین اگر پندارد این عین گمراهی است. صحابگان شب و روز میترسیدند که بناگو گمراه نشوند، بناگو بیگاه خطا نغلطند. از خود میترسند که صفتهای منافقی باشد نباشد، احتیاط میشدند. اما انسان ها اگر بی‌پروا شوند، فریفته به خود شوند و هر کاری که خواستند بکنند، عاقبتش همین است. عاقبتش همین است که سنجش بزرگ است. پیامبر میگن ان الله لا یغربل، الله غربل میکند. غربل یعنی معروف است، آرد رو وقتی که برای تازه کردن بعضی دانه های زیاده به یک چیزی انداخته می جنباند، آرد میبرد، افلاسی در بالا میبرد. این غربل است. این الله مسلمان ها رو غربل میکند، میبیند که کی میماند، حقیقت کی است. بلاها هر کس به حق خودش، درجه خودش. الله المستعان. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ستکون فتن، در آخر زمان فتنه ها خیلی زیاد میشه. القاعد فی خیر من القائم، نشسته بهتر از خسته است. و القائم خیر من الماشی، خسته بهتر از راه گشته است. من تشرف تستشرف، هر کسی که سرش بردارد آمیخته شود همراه شده می رود. در حدیث دیگری که روایت مسلم از ابو هریره است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند فتن ستكون فتن كقطع الليل المظلم، زود است که فتنه های میاد به مانند قطعه های شب تاریک، یعنی قطعه به قطعه زود بسیار. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، بیگاهی مسلمان میشد پگاهی کافر، پگاهی کافر بیگاهی مسلمان، یا که پگاهی مسلمان بیگاهی کافر. یعنی در یک روز در یک شب تغییر یافته میگیرد. بسبب چی؟ بسبب کثرت فتنه ابتلا است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند القابض على دینه كالقابض على جمره. در آخر زمان کسایی که دیندار میشن اینقدر از سبب زیاد بودن فتنه به مانند این هست که در کف دستشان یک لخشه انگشت رو گرفته شدند. دستشان چخیل دست انسان میسوزد وقتی که لخشه انگشت رو گرفته. انا همچنین انسان میسوزد وقتی که دیندار میکنه. باید صبر بکن. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم رو الله امر کرد که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر بکن چگونه که ای پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیش از تو دیگر اولو العزم پیامبران بزرگ از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی صبر کردند.